حتی تو فصل زمستون هم میتونی که پوست تو برنزه شکلاتی خوشگل بکنی. امروز که بهت 3 تا محصول برنزه کردن پوست صورت و بدن معرفی بکنم که کاملا طبیعی و وگان هستن. یه دونه مس برنزه برای یه قسمت بدن و دکولته واسه همه نوع سن و همه نوع پوست مناسبه. خب چجوری از این استفاده بکنیم؟ اول از همه باید یه دستکش مخصوص داشته باشیم، کف دستمون رنگی نشه. حتما باید پوستمون کاملا لایه برداری شده باشه. مرحله دوم مرطوب کننده است. بهتون نشون میدم چجوریه. تونر داریم اینجا، برنزه کردن پوست صورت و دکولته است که اینم همینجور خالی میتونید بزنید رو صورتتون، یا که اینو با کرم مرطوب کننده پوستتون قاطی کنید و بزنید. بعد 4 تا 8 ساعت بعد این رو پوستتون بمونه و بعد شسته بشه. اگه دوست داشتید دوباره تیره تر بشید، بعد از 24 ساعت دوباره اینو شارژ بکنید. و یه دونه هم اسپری داریم اینجا، همون خواص برنزه کردن داره و مرطوب کننده هم هستش که برای صورت و دکولته مناسبه. توش اسید هیالورونیک هم داره و به عنوان پرایمر شالاب کننده هم شما میتونید اینو به پوستتون بزنید. بریم هم دیگه اینا رو تست بکنیم. اینم از بعدش. اصلا اومای گاد نمیتونم بهتون بگم که چه رنگ قشنگ به پوستم داد. صورتمو ببینید با گردنم، یعنی که خیلی دوست داشتم. الان میخوام یه ذره از این اسپرش هم بزنم. پوستم برنزه میکنین. اگه میخواید همینجوری پوستتون برنزه بمونه، هر روز شما میتونید از این اسپرش بزنید. با خوب تکون بدید. لینک این محصولات هم براتون داخل استوری حتما میذارم.